این توره رو ببین، خیلی خوبه. 9 روزم هست. کلی هم خرید میتونی بکنی. پول دارم من؟ دلم میخواد بیام، حالا ناراحت نشی، ولی I wish I could afford it. اشکال نداره. اصلا من نمیدونم تو چرا این تصمیم رو گرفتی. I wish you hadn't resigned. راست میگی، اشتباه کردم. اشکال نداره. I hope you find a better job. Thank you. این چی؟ این ارزون‌تره. یکم ارزون‌تر. از ترکیب wish و simple past میتونیم برای بیان آرزوها یا حسرت‌های استفاده کنیم که میدونیم تو حال حاضر اتفاق نمیفته. مثل اینکه گفتم I wish I could afford it. یعنی خب نمیتونم دیگه، دلم میخواست بیشتر پول می‌داشتم. ولی نه. اگر هم میخوایم راجع به یه حسرتی تو گذشته حرف بزنیم، یعنی اتفاقی که دوست داشتیم بیافتاده و نیافتاده، از ترکیب wish و past perfect استفاده میکنیم. مثل جمله‌ای که من گفتم I wish you hadn't resigned، ولی متاسفانه استفاده داده بود. حالا اگر میخوای با ساختار hope هم بیشتر آشنا بشی و فرقش با wish بدونی، پست‌های بعدی رو حتما نگاه کن.